تاجیکستان به بازی‌های 33 المپی که از 26 ایول تا 11 آگوست سال 2024 در پاریس پایتخت فرانسه دایر می شود، الکی 11 رخصت به دست آورده است. این یک رخصت بیشتر از 10 رخصت است که ورزشکاران تاجیک در المپیاد قبلی در توکیو به دست آوردند و تاجیکستان را در آن مسابقات 10 ورزشکار، 9 مرد و 1 دختر نمایندگی کرده بودند. از 11 رخصت المپی 6 رخصتش را برای تاجیکستان پهلوانان تاجیک در گشتین جودو صاحب شدند که این یک نشان دهنده رکوردی در تاریخ جودوی تاجیک است. ضمن رخصت هفتم در جودو نیز در جیب تیم المپی تاجیکستان بود. عابد جیبوف از لحاظ شماره امتیازش باید به المپیاد می رفت، ولی طبق مقررات یک کشور را در یک وزن تنها یک نفر می تواند نمایندگی کند و به این سبب یگانه رخصت تاجیکستان در وزن تا 66 کیلو را امامعلی نورعلی که یک امتیاز نظر به جیبوف بیشتر داشت به جیب خود انداخت. رخصت در وزن تا 60 کیلو بهروز خوجازاده در وزن تا 73 کیلو، سامان محمدبیکوف در وزن تا 81 کیلو، کامرانشاه اوستوپیریان در وزن تا 90 کیلو و تیمور رئیموف در وزن بیش از 100 کیلو را به دست آوردند. برای کامرانشاه این المپیاد آخرین است و او همین طور تلاش خواهد کرد تا به سابقه برجسته ورزشیش را با مدال المپی زینت بدهد. شورای ورزش محمد رازق نعمتزاده در گروه فیسبوکی تاجیک سپورت نوشت که جهانگیر مجیدوف کمی دیرتر به وزن 100 کیلو گذشت وگرنه او نیز شانس زیاد برای گرفتن سهمیه المپی داشت. همچنین بار اول در 12 سال اخیر، یعنی از زمان المپیاد سال 2012 در لندن، تاجیکستان در گشتی طرز آزاد صاحب یک رخصت شد. البته این رخصت را به جیب تاجیکستان در پی هنرنمایی کامیابش در استانبول ویکتور رسادین به دست آورد که در اصل زاده یاقوتستان روسیه است ولی اخیراً شهروند تاجیکستان شد. همچنین 3 مجدن تاجیک میشگونه سمدو و دولت بولتایف و بهادر عثمانوف هم به المپیاد پاریس رخصت گرفتند. بانوی دوم بعد میشگونه سمدو و در هیئت تیم المپی تاجیکستان منیره عبدالسلامووا کشور خود را در پایتخت فرانسه در مسابقات تکواندو نمایندگی میکند. تا آغاز المپیاد پاریس هنوز قریب 2 ماه دیگر باقی مانده است و ورزشکاران تاجیک باز امکان دارند که برای دریافت رخصت‌های المپی تلاش کنند. انتظار می رود شماره ورزشکاران تاجیک در المپیاد امساله از این 11 نفر هم بیشتر خواهد بود.